اون گهواره مال دخترم بود. اون گهواره یه دختر منه. فهمیدم، اما چرا اینا رو به من نشون میدی؟ این چیزا چه ربطی به من دارن؟ اینا چقدر شبیه پاپوشای منن. اینا پاپوشای منن. اینا عین پاپوشای من. شما رفتین خونه منو از اتاقم پاپوشامو برداشتی؟ فیگن خانم این یعنی چی؟ شما مگه مریضین؟ زینب لطفاً آروم باش. من نمیخوام آروم باشم. میشه این شرایطو برام توضیح بدی؟ گفتم که این قضیه برای تو خیلی عمیق، تکون دهنده و سخته. برای همین نتونستم زودتر بگم. خواستم اول یکم منو بشناسی. من خیلی ترسیدم که درکم نکنی یا نتونم به توضیح بدم. این شرایط کم کم دیگه داره منو میترسونه. من میرم خونه. زینب تو خونه خود. دیگه خانم به نظرم شما باید بریم پیش دکتر. نه ببین، بچه من نمرده، ازم دزدیدنش. بعدش هم زندگی طوری که اصلا انتظارشو نداشتم اونو به من برگردون. تو دختر منی زینب. ببین من واقعا دیوونه نیستم، من مریض نیستم. زینب باور کن، راست میگم، حقیقت داره. من میرم. ببین میتونم بهت ثابت کنم. شما چی رو میخواین به من ثابت کنی؟ ها؟ من هم مادر دارم هم پدر. شما چی میخواین به من ثابت کنین؟ شما واقعا مریضین. من برای اینکه مطمئن شم تست دی ان ای گرفتم. صبر کن. شما برای اینکه به کوکسالا بدی کنین دیگه چقدر میخواین خودتون رو کوچیک کنین؟ فیگن خانم این کارتون مسخره است. ببین اولش منم نمیدونستم، قسم میخورم وقتی اومدم پیش تو از هیچی خبر نداشتم. اسمشو بذار لطف، معجزه، بذار عدالت الهی، هرچی میخوای بذار، اما واقعیت اینه تو رو به خاطر کوکسالا از من گرفتن و الانم به خاطر یه کوکسال برگشتی پیش من. روز خوش. زینب حتی اینم دستکاری کردین. شما واقعا مریضین. دیگه اصلا به من زنگ نزنید. زینب از بابات بپرس بهت میگه لطفاً. رسانه صابرفان با افتخار تقدیم می‌کند تو
تو خونه خودتی زینب، تو خونه خودتی. تو دختر منی زینب، بچه ای من نمرده، از من دزدیدنش، بعدشم زندگی طوری که اصلا انتظارشو نداشتم اونو به من برگردون. یه پیشنهاد خوب برات داری. ببخشید شما کی هستی؟ فیگن کیلجی. بهت میگم دیگه، بین ما یه رابطه خاصی هست. منم حرفایی که امروز به تو زدم و قبلا به هیچ کس نگفته بودم. الو زندگیم؟ کجایی؟ پیاده روی میکنم. زینب صدا چرا اینطوریه؟ چیزی شده؟ خوبی؟ چیزی نیست اونور بعدن حرف بزنیم باشه. الان تو شرایطی نیستم که بتونم. عزیزم منو نگران نکن. زود برام آدرس بفرست بیام. باشه. فیگن خانم، من همه چی رو گفتم. منظورتون از همه چی چیه؟ عزیزم چی شده؟ خوبی؟ باشه بیا سوار شو بیا. دخترم لجبازی نکن، بده به من ببریمش لطفاً. مامان تو رو خدا بذار یکم به خودمون بیایم، یکم لطفاً آروم شو. تو هم گیر دادی یا بذار گوش کنیم. خب دخترم چی رو میخوای گوش کنی؟ میدونی توش چیه دیگه. خب بده به من لطفاً، خواهش میکنم. مامان از کجا میدونی؟ شایدم هارد و اشتباهی برداشتیم. ای بابا بذار ببینیم کدوم صدای ضبط شده توشه، چی گفتیم چی شده. منم کنجکاوم به خدا. دخترم برای چی میخوای صدای اون ابلیس رو گوش کنی؟ من وقتی صدای اونو میشنوم اعصابم به هم میریزه. خواهش میکنم لطفاً بدش به من. باشه تو گوش نمیکنی تموم میشه میره. نسلی بده بیاد. بده. وای تو رو خدا ظفر نکن پسرم، خواهش میکنم. بس بابا اعصاب این دختر به حد کافی به هم ریخته است. لطفاً خواهش میکنم ظفر اونا رو بدین به من. بدین مامان صبر کن یه دقیقه. لطفاً. میگم این وقتی داشت میرفت میگفت بلوتو اینا، پس یعنی جاهای دیگه هم مخفی کرده. الانم با این آدما رفت. اینا رو راضی نکنه باز بیفتن به جون ما. این ممکنه؟ آره من نمیدونم، اگه میخواستن پیدا کنن پیدا میکردن. چند روز حسابش رو دارن بررسی میکنن. خب پس برای چی این حرفا رو میزنه ها؟ فکر کنم شانسش رو امتحان کرد. برای ما این مهمه، ما اول اینو امتحان کنیم. اگه لازم باشه بهترین هکی رو پیدا میکنم و حلش میکنم، ولی اول هر چیزی ازش انتظار میره. ببینم چی شد. زود باش. رمز داره. تازه رمز هم داره. یعنی چی میتونه باشه؟ فکر نکنم تاریخ تولدم که نمیتونه باشه، مسخره است. حتی نمیدونیم تاریخ تولد یا نه. الکی دارین تلاش میکنین. بابا ببندشین و ول کن. مامان ظفر چیزو امتحان کن. تاریخ تولد، ماه، روز، یعنی چه میدونم. یه جوری بزن دیگه، حرف کوچیک و بزرگ. دیگه چی میتونه باشه؟
پیدا کردم. این آدم سعی کرد برادرمو بکشه. حق داری. اون دست از سر ما بر نمیداره. خب چی میگی؟ میتونیم کارشو تو زندان تموم کنیم؟ اگه تو میگی میتونی باشه. ببند ببند لطفا ببند ظفر ببند. اصلا تحملشو ندارم. مرتی که کثافت صدای خودشو پاک کرده، فقط صدای منو گذاشته. اون حرف آخرم از یه جای دیگه است، اونم مونتاژ کرده. مردک پست. نه نبند گوش کن دیگه، خیلی دلت میخواست گوش کنی. ادامه بده. اینجا چه خبره؟ چی شده مگه؟ صبح یکی که شبیه فؤاد بوده از پارکینگ بردن بیرون. آلپ دیده. تو چی داری میگی؟ به کسی که چیزی نگفته نه؟ ظفر تو فیلم دوربینای پارکینگو پاک کردی دیگه نه؟ چی شده؟ خب به منم بگی. زینب چرا اینجایی؟ یه چیزی بگو لطفاً. من خودمم نمیتونم چیزایی که شنیدم و درک کنم. اونور ویگن خانم چی گفت که اینقدر؟ کل راه پرسیدم هیچی نگفتی عزیزم. لطفاً یه چیزی بهم بگو. ویگن به من گفت که یعنی انگار من دختر اونم. اونور یعنی چی؟ نمیدونم اما تست دی ان ای هم گرفته. دیدی؟ اونور میتونه نتیجه ی تست رو عوض کرده باشه؟ حتما حد زده که به راحتی میتونیم تکذیبش کنیم. برای همین جرأت نمیکنه. زینب این چطور ممکنه؟ جواب همه اینا رو بابام میده. زینب اونور تو نیا لطفا. ببین صحبت کردن در موردش به اندازه کافی برام سخت هست. باید با بابام تنها صحبت کنم. باشه من اینجا منتظرم. نه منتظر نباش. اگه اینجا منتظر بمونی فکرم میمونه پیش تو برو لطفا. اونور اگه من واقعا دختر دشمنت باشم چی؟ اون موقع چی میشه؟ تو زینب منی، دختر هر کی که میخوای باش. هیچی عوض نمیشه. الانم برو با بابات حرف بزن. باشه من دستمو بشورم بیام. زینب خوش اومدی. چی شده دختر؟ خیلی عزیزم قرار بود برام اسباب بازی بخری، اون آوردی؟ نه امروز یکم یهویی اومدم، برای همین نتونستم بیارم. دفعه بعد میارم قول.
من الان میخوام با بابا بزرگ تنهایی حرف بزنم. بابا تو باز چی کار کردی؟ تو رو خدا بگو. من چه کار میتونم کرده باشم دخترم؟ نمیدونی؟ مگه من از خونه بیرون رفتم؟ دخترم بیا بشین، تو هم یه بشقاب بیار، لیوانو از این رو چیزا. اول صبحونت بخور، بعدش حرف میزنیم. آره حرف میزنیم با هم. نمیخوام فیلیس. تو سوده رو بردار، برو خونه همسایه ای، پارکی، چیزی. باید با بابا خصوصی حرف بزنم. باشه، پس من سفره رو جمع میکنم و بعدش میرم. فیلیس لطفاً بری. عزیزم ببین، تو الان برو با مامان تو پارک بازی کن، من با بابا بزرگ حرف بزنم. باشه عزیزم؟ سوده بیا دخترم عزیزم، اینو بپوش. باشه پس ما میریم، بعدش میایم دیگه دوباره. باشه. بریم بالا. زینب ببین، اگه کسی چیزی گفته تو چرا باور کردی؟ حتما دروغ گفتن. من یه هفته سطح درست و حسابی شهربندی نکردم. من کیم بابا؟ من دختر کیم؟ الو اونور. فردی اگه ضروری نیست. راستش ضروریه. باید قبلا اینو بهت میگفتم اما چی شده؟ در مورد زینبه. حرف بزنیم؟ در مورد فیگنه؟ آره. تو که حرف منو باور نمی کنی برای چی میپرسی آخه ها؟ تو میخوای از دست ما خلاص شی؟ اینم بازی جدیدته؟ بابا دارم میگم یکی اومد تست DNA نشونم داد، میگه من دخترشم که 25 سال پیش ازش دزدیدن. این الان یعنی چی؟ ها؟ من کیم بابا؟ کی یعنی چی؟ کی اینو گفته؟ تو چرا اینو باور میکنی؟ دزدیدن چیه؟ مگه من بچه دزدم؟ از کجا میگی؟ کی اینو گفته ها؟ اونی که اینو گفته کیه ها؟ ببین داری دروغ میگی. هر وقت دروغ میگی دستاتو میبری پشتت قایم میکنی. من تو رو میشناسم. زینب نگو دخترم، نگو، مادرت ناراحت میشه ها. تو دختر مایی. تو این همه سال به من گفتی ذاتت بده، گفتی لعنت به روزی که اومدی تو این خونه، اما نگفتی به دنیا اومدی. مگه من وقتی عصبانی میشم میدونم چی میگم؟ منم همین فکر رو میکردم اما تو خیلی خوب میدونستی. تو این همه سال یه بارم به خواهرم این حرف رو نزدی، نگفتی بهش ذاتت خرابه. یعنی تو هر دعوا اشاره میکردی که من بچه یکی دیگه، اما من نمیفهمیدم. ها بابا من نمیفهمیدم. یعنی چی ای بابا؟ چی رو به چی ربط میدی؟ مگه همچی چیزی ممکنه آخه؟ تو میخوای از دست ما خلاصی، واسه همین اینطوری رفتار میکنی؟ تو چرا حرف همه رو باور میکنی زینب؟ دارم بهت میگم جواب آزمایش DNA رو دیدم. ببین منم میرم آزمایش میدم. اگه بفهمم دروغ گفتی این دفعه اصلا نمیبخشمت بابا. ببین دارم میگم احتمالش هم وجود نداره ببخشمت ها. برای آخرین بار ازت میپرسم، من کی هستم؟ من دختر کیم؟ این چطور ممکنه فردی؟ وقتی تحقیق کردم و به اینجا رسیدم منم تعجب کردم. اونور تو چطور تونستی به من نگی؟ فیگن خانوم از من زمان خواست، گفت زینب یکم منو میشناسه، خودم میخوام بهش بگم. منم احترام گذاشتم تا اینکه این اتفاق افتاد. فکر نمی کردم تو رو هدف قرار بده. یعنی چی که به خاطر من دختر خودش رو ناراحت میکنه ها؟ اینا مریضن، دیوونه شدن. ببین اونور، سعی کن اونم درک کنی. وقتی داشتن دخترشو ازش میگرفتن من شاهد بودم چقدر عذاب کشید. این که به عنوان یه مادر ندونی دختر 25 سالت کجاست و نه تو میتونی بفهمی نه من. بعدش هم دخترش رو پیدا میکنه و میبینه که با پسری که باعث و بانی این اتفاق بوده رابطه داره. باور کن اونور. نمیفهمم، بابا هم درک نمیکنم، این زنم درک نمیکنم. گناه من چیه؟ گناه دختره چیه؟ گناه من چیه فردی؟ گناه ما چیه؟ چی کار کردیم ما؟
اینا همشون مریضن. ببین حق با توه، اما اینجا انتخاب تو خیلی مهمه. کدوم انتخاب داداش؟ ببین اونور، میخوای برای ناامیدی و خشم زینب بنزین باشی یا آب؟ بگو. جوابی که میخوای بدی تقدیر یه مادر و دختر رو رقم میزنه. خواهش میکنم یکم فکر کن. در عرض یه هفته دخترمونو به خاطر مرضی و تب از دست دادیم. مادرت فقط گریه میکرد، خیلی ناراحت بود. بعدش تو رو آوردن، تو رو دادم بغل مادرت، تو رو یه جوری بغل کرد که انگار دیگه ولت نکرد. گفت این دختر هدیه خدا به ماست، خیلی دوست داشت. خب شاید من بابای خوبی نباشم، قبول، اما هیچ وقت بین بچه هم فرق نذاشتم دخترم، هیچ وقت فرق نذاشتم. تو دختر مایی زینب. تو میدونستی؟ من خیلی کوچیک بودم که تو رو آوردن اینجا، گفتن خواهرت خوب شده. من فقط یادم بابا داشت پول میشمرد، فقط پولا رو داشت میشمرد. پول میشمرد؟ بهت پول دادن؟ نه برای هزینه ها، واسه هزینه ها دادن. زینب ببین دخترم، ما هم همینقدر میدونستیم، بیشتر از این نمیدونستیم. اگه بهت میگفتیم نمیتونستیم بیشتر از این چیزی بهت بگیم. اگه ما بهت میگفتیم چه فرقی میکرد؟ جز ناراحت کردن تو به چه دردی میخورد؟ این وداد کی بود؟ کارش چی بود؟ وداد راننده تاکسی بود، یعنی من همینقدر میدونم. با کلیجیا رابطه ای نداشت؟ خب میدونستیم تو یه شرکت بزرگ کار میکنه، اما بعد از اینکه تو رو بهمون داد ناپدید شد، رفت. بعدش شنیدم که از این محله رفته. خجالت نکشیدی از اسم فامیل مادرت استفاده کردی؟ تنها چیزی که میتونم بدون خجالت ازش استفاده کنم همینه. آدم یه بارم که شده میگه دخترم خوبی، تو درد سر که نیفتادی. لعنت به روزی که به عنوان دختر تو به دنیا اومدم. عقل تو به کار بنداز، عقل تو به کار بنداز. برای پول در آوردن عقل تو به کار بنداز. ذاتت خرابه دیگه، ذاتت خرابه. من میگم دیگه ذاتت خرابه. زینب کی گفته ها؟ کی اینا رو بهت گفته؟ فیگن کیلجی. زینب دختر فیگن کیلجیه؟ زینب نتونستم تو رو بذارم اینجا بره. اونور خواهش میکنم من از اینجا ببر. باشه آروم باش.
مامان من هاردو حل میکردم دیگه، تو چرا سیبل و حراست رو قاطی میکنی ها؟ پسرم نمیبینی به خاطر این فایلا چه بلایی سرمون اومده؟ کار از محکم کاری عیب نمیکنه. حداقل امشب میتونیم راحت سرمون رو بذاریم بخوابیم. چیزی که دنبالش بودیم هم پیدا کردیم. دیگه چی؟ این هاردا رو بده به من. بده. مامان تو مطمئنی مسئله فقط صدای ضبط شده ی نسلیهان بود؟ من نمیفهمم تو داری چی میگی. اینجا یه فایل بود به اسم هاریکا خانوم، باز نمیشه، رمزش فرق میکنه. چیه؟ موضوع چیه؟ آتویی که این مردک از تو گرفته چیه مامان؟ من از کجا بدونم؟ چرا به ما چیزی نگفتی آبجی؟ چرا همه چی رو تو دلت نگه داشتی؟ آدم مگه میتونه اینقدر راحت از حماقتش حرف بزنه؟ تو اون آدم رو دوست داشتی آبجی، بهش اعتماد کردی. این کجاش حماقته؟ امید، من میخواستم با این آدم ازدواج کنم. اگه تو تشییع جنازه دوستم بهم نمیگفت، من میخواستم با این آدم خانواده تشکیل بدم بدون اینکه به چیزی شک کنم. میخواستم خانوادم رو ول کنم، شرکت رو ول کنم. مثل شوخیه. به هم ریخته بودی آبجی. برای اینکه دیده نشده بودی داغون بودی. مطمئنم یه جوری باهات رفتار میکرد که حس کنی مثل ملکه های. مامان ببین من بچه نیستم، چیزی رو از من مخفی نکن. چی رو داری مخفی میکنی ها؟ من میدونم فیلمای عروسی رو پیدا کرده. آره پسرم تو سعی میکنی چی رو بفهمی؟ چی رو پرسجو میکنی از من ها؟ چی شده؟ اعصابم داره خورد میشه، داری کلافم میکنی مامان. این آدم داره تو رو تهدید میکنه، من مطمئنم. بگو لطفاً. آره منو تحت فشار گذاشته بود. میدونستم. برای چی؟ برای اینکه نسلیهان رو راضی کنم از شرکت بهش سهام بده. همش داشت منو تهدید میکرد، به خاطر این بود. باشه خب پس تو چرا به من نمیگی؟ من چطوری میتونستم اینو به تو بگم ها؟ چونم تو درد سر مینداختم. آره اگه به گوش اونور یا مطبوعات میرسید چطوری میتونستم این موضوع رو توجیه کنم؟ ظفر چی کار میکردم؟ باشه اونو فهمیدم، پس چرا ترسیدیم ما ببینیمش؟ پسرم من خب مگه تو حال و روز نسلیهان رو نمیبینی؟ اون داغونه، اعصابش خورده. من چطوری اینو به نسلیهان میگفتم؟ بیشتر ناراحتش میکردم مگه نه؟ اعصاب اونم خورد میشد. آخه ببین چه وضعی دارم. خدایا پشت سر هم فلاکت میاد سراغمون. من فقط وقتی هرسم خالی میشه که اون هاردو بگیرم، وقتی راحت میشم که اونو بگیرم دستم. بدش به من. باشه بگیر. باشه تموم شد. مری زینبو سپردم به تو، من برم داروخونه چیزایی بگیرم که حالشو بهتر کنه. باشه زینب خوبی؟ تازه من به خاطر دروغام عذاب وجدانم گرفته بودم. زندگی من کلن دروغ بوده مری. باورم نمیشه. نمیفهمم. خانواده من پول دادن تا منو از سرشون باز کنن. مادر من فیگنه. باورت میشه منو فیگن به دنیا آورده. تو چرا تعجب نکردی؟ تو اصلا تعجب نکردی؟ مری نکنه تو میدونستی؟ مری تو اینو میدونستی؟ مری این زنو عمدن وارد زندگیم کردی؟ نه اینطوری نیست. خب پس چطوریه؟
بابا باشه، بسه دیگه. چی بسه دخترم، چی بسه؟ نشنیدی؟ زینب دختر فیگن کیرجیه. دختر فیگن کیرجی رو وقتی بچه بوده دزدیدن. این یعنی چی؟ یعنی چی؟ وداتم پیداش نیست. همه چی میفته گردن من. به خدا من از این به بعد میشم بچه دزد، یعنی میفتم زندون. بابا زندان چیه؟ چرا مسخره بازی در آوردی؟ زینب تو رو میندازه زندان؟ تو زینب کجاست؟ گذاشت رفت، قهر کرد ما رو، گذاشت رفت. نمیبینی؟ بابا یکم راحتش بذار هضم کنه این قضیه رو، آروم شه. منم هنوز نمیتونم بفهمم چه خبره. شما چطور همچین چیزی رو پنهون میکنین؟ یعنی آروم بشه میاد؟ اونطوری نگاه نکن. چی کار کنم بابا ها؟ چی کار کنم؟ کاش یکم با فکر رفتار میکردین. مشخصه یک کپان دیگت هم سوخت. یعنی چی؟ یعنی من الان غیر از پول درد دیگه ای ندارم؟ آره ندارم. تو میفهمی چی میگی؟ تو میفهمی اصلا چی شده ها؟ بسه دیگه بسه. تو چی داری میگی؟ برای من داستان نگو، فقط اینو بگو که منو چند فروختی. من هیچ وقت تو رو نمیفروشم. فقط چی؟ فقط چی؟ تو چه سودی میتونی از این ماجرا داشته باشی؟ من نمیفهمم. مری بهت گفتم که سالا پیش شرایط خیلی بدی داشتم. یادت اومد یه زنی یه چوب لای چرخم کرد، بهم تهمت زد. یه مراسم معرفی بود برای پول دارم، من مدیر اجراییش بودم. مشکل پیش اومد دختر، خیلی مشکل پیش اومد. همه چی افتاد گردن من. بابا چه ربطی داره مری؟ آخه چه ربطی داره؟ اونی که پشت این کارا بوده هاریکا بوده. اون موقع نفهمیدم چون که ها شما با فیگن خانم اومدین انتقام بگیرین؟ آره گفتم یکی باشه که به حمید و هاریکا نشون بده دنیا دست کیه. وای الان دیوونه میشم. تازه داری از کارایی که کردی دفاع میکنی؟ واقعا که مری؟ نه دارم سعی میکنم به توضیح بدم. چیو میخوای توضیح بدی؟ تو از چی میخوای دفاع کنی؟ خیلی خوب، برای همه چی بهونه‌ای داری، فهمیدم مری. اما تو با این که میدونستی اون زن مادرمه چطور تونستی سکوت کنی؟ نمیدونستم زینب، قسم میخورم نمیدونستم. وقتی خبرها رو دیدم شک کردم، رفتم ازش حساب پس بگیرم. یه چیزی سرم کرد، منم باور کردم. اما با این خبر آخر دیگه مطمئن شدم. ماجرای زفرم تو به فیگن گفتی؟ نه اون یه جوری حرف زد که انگار میدونه. منم اصل قضیه رو بهش گفتم. به خاطر اون خبر رفتم باش دعوا کنم. بعدش داشتم میمدم پیش تو تا همه چی رو بهت بگم. تو اون شرایط بهم گفت. میدونی وقتی تو اومدی تو با اونور حرف زده بودی، حالت خوب نبود. من همون موقع فهمیدم. یعنی تو از اون موقع اینو میدونستی؟ زینب تو شرایط خوبی نبودی، به خاطر بچه هیجان زده بودی. بهم التماس کرد، گفت اجازه بده من بگم. گفت بذاری که منو بشناسه. من نمیدونستم زینب، نمیدونستم باید چی کار کنم. برو بیرون مری. مری همین الان از خونم برو بیرون. زینب مگه من خواهر تو نبودم؟ مگه ما پشت هم دیگه نبودیم؟ هنوزم همینطوری. نیستیم. ما به خاطر منفعت با هم همکاری کردیم و نتونستیم واقعا دوست هم باشیم. از خونم برو بیرون. ملی برو. من فکر میکردم تو دوستمی. من فکر میکردم تو همراز منی. مری چی شده؟ چیزی نیست. به زینب برس، تو یخچال غذا هست، گرم کن. گرسنم نه. زینب عزیزم چی شده؟ ها؟ اونور هر کسی که تو زندگیم بود به هم دروغ گفته.
باشه آروم باش، تعریف کن ببینم چی شده. مری همه چی رو میدونسته، همه چی رو میدونسته و تمام این مدت سکوت کرده بوده. سکوت کرده؟ چرا؟ چه اهمیتی داره؟ چه اهمیتی داره؟ بیا اینجا بشین عزیزم، بیا آروم باش، مراقب باش، بیا بشین.